خیلی خوب. سلام بچه. من داشتم اینجا رد می شدم، یه لحظه این آقا رو دیدم و این برج دراز. به یه ذره کنجکاو شدم ببینم این برای چیه. بریم ازش سوال کنیم. ببخشید آقا. سلام پسر جون، چه کمکی دست من برای تو ساخته است؟ ببین آقا، من برام سوال بود که این چیه اینجا و این بند و بساط چیه؟ اون ترازو اونجا چیکار میکنه؟ بدون پسر جون، ما اینجا یه مسابقه داریم. این مسابقه رو هر کی برنده شه یه جایزه بزرگ برنده میشه. واقعا؟ آقای پسر جون، امتحانش ضرر نداره. اوکی، بعدم نمیاد امتحانش کنم. خیلی خوب پسر جون، برو بالای اون ترازو و وزنتو اندازه بگیرم. اوکیه. من رو حالت کریتیو بودم، میخواستم مثل کاوش کنم اینجا. یا من پسر جون، چقدر وزن زیاده. حالا این نداره، مشتری دست به نقد همیشه رو چشم ما جا داره. حالا برو قد تو اندازه بگیر. اوکی. خوبه، قد تو بلاکه. حالا میتونی در مسابقه ما شرکت کنی. اوکیه، کاری نداره که بریم شرکت کنیم. خیلی خوب دیگه، من برم بالا. پسر جون، چیزی یادت نرفته؟ نه، وزنمو که گرفتم، قدمو که گرفتم، این بود دیگه. نه باید هزینه مسابقه رو پرداخت کنیم، مفتی که نیست. اینم کار ما، زحمت ما. این همه رفتیم زحمت کشیدیم و این چندقازو در آوردیم. حالا اینم نصیب تو شد. اشکال نداره پسر جون، عوضش پول خوبی دریافت میکنی و جایزه نقدی خوبی برای این مسابقه دریافت میکنی. اوکی، من برم شروع کنم. چقدر دراز کی میخواد اینو بره بالا. خیلی خوب، منو بالا اسپان میتونی بکنی؟ آره، کاری نداره. بابیلی بچه ها اسپان شدیم. خیلی خوب بچه ها، اینجا یه تخت قرمز و این جعبه رو وا میکنیم. یه باکت آب داخلشه و حالت سوروایو هم هستیم. جادوگر. خیلی خوب بچه ها، به نظرتون میتونیم این کلاش انجام بدیم؟ 3 2 1. وای چقدر بلنده، طول درازی داره. خیلی طولش درازه، میترسم. وای بچه ها، تونستم اون کلاش لعنتی رو انجامش بدم. باورم نمیشه. برتم نشادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب. خیلی خوب پسر جون، آفرین، کار بزرگی کردی. آره، کار بزرگی کردم. فقط اون تبر چی دستت؟ هیچ نیست، داشتم اونجا یکم چوب میکندم. خیلی خوب بچه ها، کریتیو کردیم. خیلی خوب، حالا جایزه منو بده. خیلی خوب، تو که کلاس تموم شد، من سریع اون چست بغلتو وا کردم و جایزتو گذاشتم اون تو. ولی شما اینجا برو، منم بشکست کردی. خداحافظ، دوست دارم. وای باورم نمیشه، 4 استک دایموند. حالا دیگه میتونم بدون زحمت زندگی کنم.
ممنونم خدا، دمتون گرم. وایسا ببینم، من الان کریتیوم. من خودم بی زحمت میتونستم بیشتر از 4 استک دایمند به دست بیارم. یعنی چی؟ 26 نه